یک بار کشتم باز برگشتیم. این دفعه کشته جسدت رو سوزانده به دریای گنگ میپرتایم. دیگر آمده نمیتوانی. از برای خدا مرا نمیشه. نه نرم. رهایم کن زهرا. ماما کس از قفای ما بی. اکا مکانی سخرا در همین جاست. من ای سخرات را پرانید. چی گپ شد؟ سردار канони девона боз ба макони мо ҳамла кард. کنون رفتیم کارش رو تمام کنیم. این رو بعدا میکشیم. تو همین جای ایستی. میدونی دیوونه اینجا بودن این کلتکل از رو چی فهمی؟ با کلتکیل ستان سر را گرم کرده. کلاس کجا شد؟ همینجا بود اکا. رفته او را دستگیر کنید. رفته. اتاق آخری انبار رو از نظر نگذراندیم. انیق آنجاست. دیگر کجا می رود؟ خطا نکنید. با دقت باشید. کجا شد؟ باید زنکا به خدا زند. رفته. کلاس را از دست ندهید. زیا سردار کلتکل از کنید. خدا لعنت کند. سردار پلیس ها آمده. جمع شوید بیرویم. میگوریزم دستگیر کنید این سگها را. جمع شوید میرویم. از پاسشان روید. دوید گفتم. رها کن مرا. دستت را گیر. سرد مرا. ака ин духтар аз анбор ёфтем.
ابله تو چی کار کردی شده ها؟ چی میزنی آکا؟ با طرف ایزن سلاح میبردارن مگر ها؟ خانم میلیس بخشش میپرسم احمد کجاست؟ با او چی کردی؟ احمد گفتی؟ احمد کیست؟ بچه احمد او هست ها؟ میلیس تو به من دروغ گفتی ها؟ از پشت تو شده زیا رو از دست دادند. جناب کنان خانم زهرا جناب کنان زیا رو دیدید؟ زیا گفتید؟ کدوم زیا؟ شما حاضر درباره خدا رحمتی زیا گفته ایستاده اید؟ زیا زنده است. چی میگویید؟ هیچ کس از جاش نجوم دست با بالا لبه تامد همین نمیرسید تو از کجا بارو بادی چار چشمه؟ خانم ملیس خانم زورو کنانی دیوونه نمکی به نمک شرفی به شرف لوید؟ بله منم اما مردک شما دایدی چکار میکنی؟ احمد خوب هستی؟ این کار ساخته از کجا پیدا شد؟ من نمیدونم خوبم ولی به سرم چه هایی که نه از دست آنها رها یافتی؟ رها یافتم تو از کجا میدونی؟ تو را دستگیر کردن من دیدم. دیدی؟ خدایا چه خیلی؟ احمد اینها رو یک طرف مان در کجایی؟ خوب هستی؟ به تشویش جایم امن است به شرف ها تلفنم را گرفتن از تکسفان زنگ زده ایستادم حاضر به پلیس رفته شکایت میکنم احمد به شعبه پلیس نرو. احمد تمام بعدم به تو زنگ میزنم تو بازدی خانم میلیس خانم زهرا اینجا بسیار خطرناک است بیاید من شما رو به خانه آتون میبرم ای دست این نمکی به نمکی کنعان دیوان هر کار میاد رفتیم بیا میلیس ما کی گفتیسم رفتیم سیلاتا بجا کن نمیگ اگر یک بار دیگر من در اینجا شما رو بینم بشو بچه بردن چونان میزنم که یگان جای آباد تا نمیمانم فهمیدی کنعان به عقل او این چی خیل ترسی گپ زنیستن؟ او چی خیل گپ میزنن؟ او با اینها گپ زدن رو نمی آموزانن ای خیالت ها برای رفتیم بیا نسبت سقراط بیشرف شکایت کنم از او خلاص شوم اصلا نسبت کالتاکیلاس شکایت کردن در کلیک او مرده است مرده بلا را به سر من گذاشته رفته است سلام جناب پلیس علیکم سلام یک شکایت داشتم بگویید میلیس تو در آن انبار چیکار داشتی بگو؟ ای بابا جان چند بار به شما گویم برای واخوری با احمد رفته بودم راهم رو گم کردم صدای سلاح رو شنیده در حال به پلیس زنگ زده بودم. دروغ میگوید بابا با احمد نیو بازی ها میخورده است اما سقراط زیا را از دست داد اهمیت نده میلیس جان از رشک زیاد این خیل میکنم البته که تو جوانی زیبا رو یافته ای از حسد دیلش تپ 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 زده ایستاده است این باشد حالو هم از پشت شوهر مرده اش است خاموش کنین خاموش دمت را گیر میلیس آخرین بار میپرسم در آن انبار چی کار میکردی؟ بابا جان کافی است اکنون من بسیار خسته شدم از زهرا و گپ‌های دروغی بافته او خسته شدم خواب دارم من خواب میکنم شب بخیر خوابهای شیرین خوابای این دیست که عزیزم گریز حتما زیا رو میابم باورم نمی آیده حالو هم زیا میگوید زیا گفتی؟ بله اکه اونال هم اومد همه دیگر میشود و زیا گفت یزمه زهرا سردارم میبخشید اکه اونال شما در اینجا چکار میکنی خوش میکن زودتر جرابت که همه بابا اکنم سنیپرشا میگیره طرف دگان تیر خول میکنه دگان واقع دا گرفتار میشه اونال رو من دعوت کردم چی گفتی؟ خوش آمدی اونال خوش باشین جناب اکرم مرحمت چی؟ تشکر زیاد ای بخدا شما اشتی کرده مبارک شود
اکرم خوش آمدی خانه بابا. اکرم خانه خسرت خوش آمدی. مانده نباشه. شکر زیاد. خواهش شکایتمون رو کردیم. آماده شدم. تمام. تنها مهری دستم رو باید تازه کنم. اونال مسئله کلتکیلاس چی شد؟ تو هم بعضا او رو هر جا میبینی میگویند. به فکرت احتمال است که کلتکیلاس زنده است؟ جناب اکرم شوخی کرده ایستاده. کلتکیلاس مرد. از این 1 سال گذشت. این را شما هم خوب میدانید. این گپ رو تو گفته ایستاده؟ البته من. یعنی این خیلی نمیشود. شما فکر میکنید که او زنده است؟ جناب اکرم من یک دکتر خوب رو میشناسم. باید با او واخوره. یزنا جان لطفاً زیا رو از دست زهرا نجات دهید لطفاً. زهرا از برای خدا این خیل نکن. این خیل نگو. کلتکیلاس مرد دخترم. سقراط او رو چه خیل دستگیر میکنه؟ یزنا نمرده است زنده است. ملیس رو از ما پنهان کرده است. زهرا جان جانم بین پیشتر با بابایت هم گفتم یک دختری خوب رو میشناسم. نزدش رفت. حتی با بابایت یک جای روید. چه خیلی دختری است نه؟ پسیخولوگ. دیوانه رو ساز میکنه. گناهی من این است که مثل تو بر این را بنزدم که زدن صحبت کردم. زود از خانه برا. جناب اکرم من زاری خانه شما نیستم. مرا شما جغ زدید. من اومدم خوب میروم اما حتما نزد دختری که گفتم روید. بینید من نجات یافتم. خوب شدم و از این خیالات بافته کلتکیلاس خلاص شدم. بالان گپ میزند. زود از خانه رو. زود باش. تمام گرفته بر این را. اکرم التماس بیا اینجا بریم. سرمون در بالون نمونه. فکر خودتون نکنید. فکر منم کنید. ما با نزدیک تو داره بالان گپ زده ایستادن. دف شوید روید. از خانه هم زود روید. خوب شده. عصبی نشوید. بابا جان تمام. بابا جان آروم باشه. جان من لطفاً بیایید. جانو که من تمام. رفتن خوب هستید؟ آکا رسم زیبا داشته. چرا او رو تازه کنید؟ چه زیبا. یک مهری عادی است. تازه کنید رود. تمام. پس برای چی کشیدی اکا؟ از کجا میدونم؟ میدونستم میکشیدم مگه. با جایش چه خیلی رسم کشم اکا؟ شیر، پلنگ، روباه، مرغ. تو چه ها میگویم برادر؟ با آبرو و وضعیت ما این خیلی چیزها نمیزیبه. اکا شما چکاره هستید؟ استاد دین و اخلاق هستم. این خیلی باشه چرا رسم کشیدید؟ گناه نیست مگر؟ برادر این برای من گناه هست و برای تو نه؟ باز از این کار پول کار میکنی. گپ رو کم کن و تازه کن. تمام. مایلش اکا. خیریتی. از این مهر هم خلاص شدم. این زاغ سیاه دامرازیا بخیر است. از همه بعد کلتکیلاسش بود. با آن دیوار چه خیلی میستی کلتکیلاس برامدم ها؟ از راستی کلتکیلاس هم نی من استادم. آشخونه چی هم مرا کلتکیلاس گفته داد زد. به خدا کمی هوش بر سرم داشتم آن را هم از سرم گرفتم. والله گرفتن بالله گرفتن. یا خدایا من چیکار کنم من؟ انشالله دستگیر نکردن احمد رو. این روز چه روز بودن؟ احمد برای چی نامزدی من رو آغوش کرده ای؟ کدام نامزده؟ شما کی هستید؟ دعوت کردید پس یگان چیزی مهم است.
از اون آدمی که شما سپارش دادید ما معلومات پیدا کردیم. نه؟ چی بود است؟ بالای جان مردم شاگردی زهاک سقراط از پس او بوده است. سقراط؟ بله. سقراط. شما کی هستید؟ این خیلی نکن برادر. گویو نمیشناسی؟ یک بار به خونه اومدیم. در چند بیخبر اومدیم. سفر نکند که ما رو با جای نادرستی آورده باشی. نه عزیزم، این از قشلاق همون است. احمد است. کمی شوخی کرده ایستاده است. خیلی شوخی ها؟ از کدام قشلاق هم؟ نمیدونم از کدام قشلاق هم؟ دیدی عزیزم، از کدام قشلاق بودنش رو از ما میپرسن. با تو نگفته بودم که شوخی میکنن. چه خیلی شوخی برادر، چه خیلی شوخی میکنم. شما با این خانه چه در آمدید؟ با کلید؟ چی؟ با کلید؟ البته با کلید. با چی میشود دیگه؟ و تو چی شده؟ خوب هستی؟ احمد چرا چونی نگاه داری؟ و خودت به من کلید دادی گفتی که کی خواهی بیو؟ من دادم کلید رو؟ دوست باشدی شاید هم قشلاقی هم باشد. شاید حافظم رو از دست داده این خونکرو را در یاد ندارم. همشهری تو خوب هستی؟ تو منو نشناختی؟ یک جای کلان شدیم آخیر؟ بچه گمش کن. نه. چی نه؟ البته که نصف شب به خانه در آمدم، حیران شدم شما را دیده، هوشم پریشان شد. از برای خدا ببخشید، مرا معذرت میخواهم. خوش آمدید نمیگویی؟ خوش آمدید. در نزد ینگت مرا شرمنده کردی. ینگه بخشش میپرسم. از راستی من حیران شدم، در نصف شب شما را دیدم پریشان شدم. هیچ گپ نه، همش خوب است. استغفرالله. آدمی که سقراط از دست داده است با کلتکیلس چه رابطه‌ای دارد؟ سقراط هم از پس کلتکیلس بوده است. خیر. اویله گلسوم رو به من ندادن، من او رو دزدیدم. گلسوم؟ نصیب باشد میگیرمش. از قشلاقی بالا دزدیدم. یک لحظه من نفهمیدم. تو گلسوم رو چه خیلی دزدیدی؟ دزدیدم. اکه هایش از پس هم بودن. در قشلاق مونده نتوانستیم. به اینجا آمدیم. خدا زده. اکه هایش به اینجا آیند چی کار میکنی؟ نترس، نمی آیند. تا اونها آمده میرسن که ما رفته به قشلاق همون میرسیم. مجبورند که تکلیف ما را قبول کنند. خیر، پگاه سحر باز با پرگی میفهمونم. ما رفته خواب رویم. رفتیم جون. شب بخیر. شب بخیر. امشب در جای خوابی تو ما خواب میکنیم. نادرست نفهمی ها؟ تو نیکو نکنیم به خدا که نمیرسیم. چرا نادرست میفهمم؟ وقتی که آمدم یک جای خواب بود. نه اما تو ما رو نادرست فهمیدی. در بینمون بالیش بود کو؟ به من چی که بالیش بود نبود. ما رو یک سوگذار. تو میجگان رو چیکار کردی؟ میجگان؟ تو از کجا میدونی میجگان رو؟ خیلی از کجا میدونم. همگیری هم میکردی. میجگان گفته. چیکار کردی؟ نفهمی شد؟ خیر، اینها رو پگاه گپ میزنیم. شب بخیر. خوابی خوش به تو. خدای توبه. خدای توبه. اینها درست میگویند. هم قشلاقی هایم هستن چی؟ اما چی خیر؟ هم قشلاقی داشتن باز. کلتکیلس نبودم. این آدم ها ما را میشناختند. گم شود کلتکیلس. خدای توبه. ولی من چه خیلی به بالای اون دیوار برآمدم ها؟ نه، برای ما دیوار برآمدن کلتکیلس بودن لازم. احمد شمشک هم میتواند. احمد شمشک هم یک لحظه ایست برادر. اگر دیوار رو من برآمده باشم از اون درخت خودکک چه خیلی افتادم خدایا هیچ چیز را نمیفهمم. اکاونال به عقل خودک فروش گفت که خودک دو سسیسکه دارد. یک سسیسکه را ایبانش دو تا کرده است. لوین، اون آدمی که از سقراط گریخته است دستگیر کردیم؟ نه سردارم، ما او را نیافتیم. او ما را یافت. از دست سقراط نجا افتاد، در را به امنیت رفته شکایت کرد. نه البته استاد دین و اخلاق بوده است. احمد شمشک. من باید به مکتب رفته با خرو گذارونم. پسرم سقراط با استاد دین و اخلاق چی کار داره؟ با خدا من هم حیرانم سردارم.
امروز با خورده همش را میفهمم. ما رو هم خبر کن. دویم ساسیسکا شا یافتم. کدام ساسیسکا؟ دویم ساسیسکای گمشیدگی را. روی دیوانه تو؟ همین ساسیسکای توچکی هم با مزه بود است نه؟ البته. ای خدا جان کاش که او را دستگیر نکرده باشند. لبای خشوچه؟ من وی را دیدن میخواستم. این کی است عشقم؟ اگر به نزد احمد آمده باشید حالا اینجا نیست. به خانه نامده بود؟ نه دیشب آمده بود اما صبح بر وقت برآمد. آمده بوده است. شما با او کی میشوید؟ ما نزدیکانش؟ شما چی؟ وای من رفیقش هستم. تشویش شده بودم. رفیقش؟ بله تلفنم رو جواب نمیدهد. به کجا رفته است نمیدونید؟ نه نمیدونم شاید به مکتب رفته باشه. به مکتب؟ واه چی خیلی به مکتب؟ یعنی وی به کدوم مکتب رفته باشد؟ بابا جون حالا هم به من باور نمیکنید؟ این گپا رو یک سو گذار. بین دوگانه نزدیکت انشالله نامزدی دارد. او را نباید تنها گذاری ها؟ رو خودت را آماده کن. رو دخترم. تمام. میلش. جانی من بابا. جانکم جانی نبیره جان. من به حجره میروم. میلش. اگر کالتکیلا زنده باشد تو از این خبردار نشده او کشته می شود. دیگر تو را اصلا ناراحت نمی کند. اصلا. به نزد احمد شمشک آمدم. تشکر میلش. دیگر این خیل نمی شود. باید با او بگویم که کلتا کلاس است. سرش در بلا است. باید بداند. من گفته بودم بچه ها دختری همه که استاد احمد آمد. بله درست اینجا چیکار؟ سلام علیکم دختر. سلام. سلام. ما شما را در کلوب شبانه در نزد استاد احمد دیده بودیم. این تخمین کنم به نزد استاد احمد آمده همه خیلی نه؟ احمد در حقیقت استاد شما است؟ بله. بله. احمد شمشک رو میگویم من. البته جانم در این مکتب ما یک استاد احمد است. اون هم باشد استاد دین و اخلاق احمد شمشک. استاد دین گفتید؟ در رسید مکان این همون مکتب است که رفیق زفر در همینجا استاد است. شما با کجا می روید؟ ایستید با کجا می روید؟ بله رفیق کجا تمادانی شده؟ اون چیزا شما می روید؟ ها تشکری زیاد. ای کودک ها احمد شمشک در کجا از میدانه؟ شما کی هستید؟ چرا او رو جستجو دارید؟ تو خودت کی هستی؟ یک لحظه ایستید. خیلی گپ است. آدمی که شما میکوبید این دختری امکش است. دختری امک؟ یگان مشکلی باشد حل میکنیم. یگان گپ نیست. اینجا بیا. کردخ شروع بسیار دراز است. سرخی بعد دام دام اینش چی خیل است؟ اولی جناب. نه نمیزیبد. این بسیاری برد لیچ است. یعنی البته زیبا است و یعنی که پس و پیشش بسیار لیچه. یک باران میشه شمال میشه خونوکیت میزنه بعد
مجبوریم که بعد بریم و دورو بخریم. خودت میدونی که اولی که مکمل یعنی که عزیز دلم خفه نشم. ما رفته این کرتا رو بدل کن یا کرتای دیگر ببر کن. خیلی نگاه نکن طرفی من این رو پوشم. یه دفع که شام سلین یا کرتای اطلسی توجیکی پوش. ببین بسیاری بد گپ زدی. به خودو اپا جون گپی را گوش نکردم و کرتای اطلسی توجیکی یک دفعه پوشه تمام نکن. معقولم نیستم خیلی کرتای میپوشم. خانم زیرا ما را گوش کرد. من با شما گپ دارم. آدمی که سخرات از دست داد ما او را یافته. زیو رو پیدا کرده؟ زیو گفته نه جونم چه علاقه دارد. زیو نه زیو مور بر وقت مور. زیو را اگر بخواید به سر قول زیو را و من با شما دیگه چی را گفتنی هستم خانم زیرا. سخرات به اخلاق استاد دین و اخلاق را دست کرده بوده است و استاد آمده شکایت کرده و هم رقم هایش را مانده است که من به او باید واخورم. استاد دین و اخلاق گفتی همین خیر؟ بله من هم ایران شدم به خدا. نصیب باشد در توی موسیقی دوگانه عروس شما بشید. پسرم چی شد؟ در کجا بودید؟ بسیار حادثه ناخوش رخ داد. چی شد؟ استاد آدمانی سلاحدار دختری امک شما را بردن. دختری امک؟ کی هست تو؟ استاد دختری که با او در کلب شبانه بوده. کی برد میلیس؟ جناب احمد من به پلیس خبر دادم. با این رقم زنگ زدیم. نامش کمیسر لیونت است. تلفن کرده رقمش رو داد که با او زنگ زدیم. شد استاد رحمت. نتوانم. بردار میگویم. چی صدایی؟ بردار میگویم. الو میلیس خوب هستی؟ احمد تو خوب هستی؟ چرا مانده؟ خواهری ما رو ظفری به شرف دزدیده آورد. آنها را در کجا پنهان کرده ای؟ دروغ نگو، همش رو میدونیم. ظفری بیناموز خواهری ما رو دزدیده به استانبول آورده است. همه دیه این رو میداند. دختر را رها کنید، او علاقه ای ندارد. رها میکنیم. خواهرم را گرفته پس رها میکنیم. زود سراغه و مکان. خواهرم رو بیده وگرنه دختری امکت رو میکشیم. وقتی زیاد نداری زودتر باش. شد سراغه را با پیامک میفرستانم. به دختر دست نرسانید. منتظرم. خولا جان سوزی نغزی خوبم پسرم ولی تو رفیقی نزدیک استاد احمد ظفر نیستی مگر؟ وقتای زیاد بود که نمی نمودی. بخیر است کدام شمال ها آورد به اینجا؟ خولا جان نپور سرم در بلا است. من خانه دور شدم. با همسرم یک جای آمدیم. یگان مولای نمی اوید که مای نکاح کند. به نکاح وی کار نمی شود آخیر. کدام کار نمی شود عجبا؟ وای خاله جون میفهمید آخر اون کار نمی شود. تمام من حاضر رفته ایمان را گرفته می آیم. این کار حل می شود انشاءالله. شد خدا از شما راضی باشه. گلزم بابا جان میلیس در خانه است؟ نه نیست دخترم. در خانه نیست مگر؟ نیست. به نزد زیو رفته است. دختری من با شوهری ساخته تو چیکار دارد؟ با سری قبرش رفته است مگر؟ در نزدش است. ای دختر جانی من در نزدیک دوست داشته قهرمانش است. با این بچه هیچی ناشدن نتوانستی؟ دعوتش میکردم اما تلفنش خاموش بود. اما پروا نکنید من بخوری تشکیل میکنم. با قهرمانی حقیقی عائله‌مان شناس خواهید شد.
کجاست؟ در جای بود عدیس کاری نکرده ایم. خواهرمون رو بده، دختر امکت رو بگیر. کنیگابزان خواهرم در کجاست؟ خواهرتان در داخل است. توبه کردم خدای افت رو ببین. خواهرتان اینجاست. پلیسون این طرف بیا. کسی که خواهری مرا میدزدد جانش رو میگیرم. آرام ایستا. آنا با شما. گیرید آنها را. گیرید جنابی پلیس. رفتیم به شعبه بیاناتتون رو گیرم. سلامت باشی برادر. تو بازدید. ای دختر رو احتیاط کن. کدام دختر؟ دستانم رو پوشو. احمد، هنگامی که تو رو بردن ترسیدم که دیگر تو رو نمیبینم. دیگر فکری این گپ ها رو نکن. گذاشتم. خوب هستی؟ تو چرا به امنیت رفتی؟ اگر تو رو دستگیر میکردن چی؟ نه جانم، رفته از روی آن سقراط بیشرف شکایت کردم. چرا من رو دستگیر میکردن؟ بیا با داخل درایم. کمی استراحت کن، آرام شو. خوب هستی؟ چرا اینقدر سراسیمه هستید نمیفهمم. بعد از نماز هم این نکاح را بستن ممکن است. نه دوملا، این کار را هرچی زودتر باید حل کنیم. وضعیت دیگر خیلی است. کاری خیر است دوملا، کاری خیر. میدونم این کاری خیر است. چی سراسیمه اید؟ بعد از نماز هم میشود نکاح کردن. احمد جانم چی شد؟ بسیار تشویش شدم. خوب هستی؟ من خوبم، مشکلی نیست. به همه بگو که تشویش نشوند. میلش؟ شکر خدا. تمام. درس رو نگذاشتیم، اما شما خوب باشه دیگرش مهم نیست. وای، احمد تو در حقیقت استاد هستی؟ چی خیلی یعنی؟ البته استادم. استادی را ساخته می شود. ای نه یعنی تو نمیتوانی استاد شوی. چرا؟ چی خیلی نمیتوانم؟ استاد هستم کن. وای، استاد میبودی به من میگفتی؟ تو نپرسیدی؟ نه غیر امکان است، نمیتوانی. یا خدایا چی خیلی نمیتوانستم. من استادم، 12 سال شد استادم. چی؟ قهوه را بیارم. 12 سال؟ این آدم رو تنها حافظه‌اش از دست نرفته است. خودش رو دیگر آدم فکر میکند. طلبه ها هم او رو استاد گفتن. این 12 سال میگوید. نه نمیشود. من این رو کلتا کلاس بودنش رو باید گویم. سرش در بلاست. احمد، به تو باید یک چیزی مهم رو بگویم. البته گوش میکنم. میخواهی که تو رو دوست میدارم بگوید؟ نه برادر، اون مرا نگاه نمیکنه. گپ دیگری دارم. تو رو چرا دزدیدن؟ نپرس. مرا با کلتا کلاس گفتنی شخص مانند میکنن. چه خیلی مانند میکنند؟ چی میدونم، نفهمیدم. میگویم که بسیار به او مانند است. مرا مسخره دارد یا در حقیقت کسی دیگری است که مانند کلتا کلاس است؟ این خیل شدنش غیر امکان است. فراموش کردم. با یک کس باید زنگ میزدم.
جناب لیوند سلام، من احمد شمشک از مکتب استاد دین و اخلاق هستم. همون معلمه. امروز مرا پرسیدید به فکرم. سلام علیکم جناب احمد. من لیوند هستم، کمیسر امنیت. اولا من از نام خودم و از نام پدر و مادرم شما رو برای از دست سقراط بی‌شرف خلاص شدنتون تبریک میکنم. شما آن جنایتکار دزد پدر لعنت رو دستگیر کردید؟ حاضرش دنه. اما شما رو ما مثل لقمه استفاده میبریم. سقراط از پس شما میشود و ما او رو دستگیر میکنیم. با شما واخوردن هم لازم. کمی امید کیزم میزنم. حاضر نمیشود، کمی کار دارم، ولی ساعتهای 3-4 میتوانم واخورم. میشود یکم پرابلم نیست. بینم بگو من با سیلت مرکه نامزدی دارم. مگر وقتی همین است بعدی مرکه ما میخوردیم. ای سردارم، سقراط برای چی از پس یک معلم دین میگشته است؟ من او را باید دانم. کار برای لیوین اولین درجه است. کار را با احساساتم آمیخته نمیکنم. تو در حقیقت دیوانه بودی. هم مردک تقام دیوانه شد. سلام دخترم، رفیقی استاد احمد نقم اینجا باشم. این همون امامی که من زیر کردم همون نیست؟ این دختر را در کجای من دیدم، اما خدایا و یادم نمیآید در کجا دیده باشم. در داخل است. باید هرچی زودتر آنها را نکاح کنیم. عجیلی. مریض خانم کی آمد؟ امامی که زامبی گفته داد میزند نیست مگر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان. برادر این خیر امکان است. دامون چیزی که من ببینم تو هم دیده ایستاده ای؟ دیده ایستادم. دیده ایستاده یا زامبی این نکاح نمیشود. این زامبی است. من این را نکاح نمیکنم. این زامبی است. دخترم آیله دار نشم. گمشم نشم. تو زامبی هستی و من نزدیک نشم. گمشم نمیرویم. زامبی خدایا کالتاکیلاس شاید از دستی سقراط نجات یافته باشی، اما از دستی من نجات نمیابی. الو، باوری دارید او است؟ Robin. Oj. Prawie. چیز میلیس یک چیز رو پرسیدن میخوام. برای مرا با عائلت شناس کردن حاضر نیستی؟ حاضر نیستم، اما تو به این هم از عائله ما هستی کو؟ یعنی چی خیلی؟ با شاگردانت گفته ای که دختری عمکم است. چی کار کنم؟ گفتن که استاد دین با این دختر زیبا در کلوب شبانه چی کار میکنن؟ من باشم یعنی دروغ گفته نتوانستم، مجبور شدم که چنین گویم. تمام وای احمد، من میخواهم که با تو با اسب سواری روم. پدرم مرا در خوردیم با اونجا بسیار میبرد. عجب با من یک جای میرویم همراهی میکنی؟ البته میرم و یعنی من سر و لباسم رو عوض کردم میایم، بعداً با هم میرویم. قهوه‌ات رو نوش، من حاضر گشته میایم. مایلش.
Sevgilim saçlarını tarayıp gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini, en son anında bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi, en son anında bile tutmalıyım ellerini. Sevgilim saçlarını tarayıp gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini, en son anında bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi, en son anında bile tutmalıyım ellerini. Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini, ninniler برای با من آمدنت minnetdor هستم. dizlerimde uyutsam seni. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi, en son anında bile رفتیم. tutmalıyım ellerini. یک طرف است حیوان. این چه خیلی گپ زنی هستا؟ خودت کی هستی؟ اما کی خودت رو حرمت کن.
پسرم از پشت این کلتک لاسی حرام شده تو را با دستان خودم به خاک سپاریدم. اگر او زنده باشد با دستان خودم او را زیر خاک میکنم. سقراط از پسی کلتکیلاس بوداست. یعنی کلتکیلاس زنده است جناب یعقوب. این صورتها را پیشتر در مکانی اسب سواری گرفتم. همراهش یک دختر بود. متاسفانه او را گم کردم. اگر او را پیدا کنم با او چکار کنم آقای اکرم؟ مرا خبردار کن. مایلش. میلیس جان تو خواهی نخواهی امروز من با داماد شوندم و میخورم. مادر اینجا چیکار میکنید؟ میلیس شیرینم وای خواستم که وای چقدر زیبا مینموی دخترم. تشکر زیاد. خیر. این کی باشد؟ لبای روز بخیر جنابی احمد. من تولیم مادری میلیس. سلام خانم، خوب هستید؟ رحمت من خوبم. یکی از نزدیکانم ما نامزدی دارد. خواستم شما اشتراک کنید. با دوست پسری دخترم شناس شدن میخواهم. من البته خانم، من هم با شما شناس شدن میخواهم. میآیم. روز بخیر. همه‌تان را به حیرت میآورم. دامادم را بینید. دامادم را. یا خدا کارا ببین نزور شد. نهایت این بگاه با خوش دامنم وا میخوریم. خوبم خوش رویم شناس میشویم. بالیوند بود کی بود واخوری داشتم اما نبودش. بعد وا میخوریم. یا چه گپ است؟ اکا یک خبری گوش دارم. ما خالی سقراط رو پیدا کردم. الراستی؟ نفس انشالله خبر درست است. اگر این بار سقراط را پروندن نتوانم هر دوی شما را بپرانم. رفتم. اکا کانو نگو سمکی داکسد iştaş demiyorum çünkü. الو، من به مکانی گفته‌تان آمدم. ها این خیلی باشه اگه پرابلم آنست درمون سری کوچه سری دستکی یک صحبت بکنه میری. چون که من این دیگان 100% نامزدی دارم. برای من فرقی ندارد. اگر کار داشته باشه دیگه وقتی دیگر هم میتوانیم واخوریم. نه حضور ما میخوریم. تا آماده رسیدن طریق تلفن قطعا کمتر صحبت کنم. این سقراط بدبخت از شما معلوم میدین چی میخواسته باشه؟ امیرونی با خدا من هم نفهمیدم. از من چی میخواسته باشد نفهمیدم.
شما در گذشته با همین سقراط بدبخت داد و گریفت داشتید یا نه؟ تماما، چون که پیشتر یگان بار وان نخورده ایم، نمیشناسم او را. یا خدایا، خیلی باشه سقراط بدبخت برای چی شما رو دستگیر میکنه؟ یگان معنا ندارد کو؟ من هم همین رو میگویم، از من چی میخواهد نفهمیدم. کارتاکیل است. بله، کارتاکیل است. کارتاکیل است. یک آدم به طرف من سلاح کشید. کارتاکیل است، دوستان نگوره. چرا خاموش کردی؟ چه خیلی پلیس هستی تو؟ باید جاری دیگی، نه اینکه تلفن را خاموش کنی. این آدم مرا میپراند. استوب! استوب! من پلیس لره. اگر باور نکنید بین حجت پلیسی گوش که قفله مو ماشین سو فقط تد های کن یکی تمرنگ مو بالی شرکار بدای های کن. انشالله این دیوانه دیر نمی کند. کی اکا؟ لیونتی دیوانه آخیه. سقراطی بیشرف در استانبول در همه جا آدم چند بار گفتم کالتاکیل است، نیستم باور نکرد. یا خدای پلیسش به جای یاری رساندن تلفن رو خاموش. ای خدایم سردانم راست میگفت است. این کالتاکیل زنده است نمرده است. این چه خیلی میشود؟ ای اونالی بیچاره برای چی ما باید باور نمیکردیم؟ ای پشت همین کالتاکیل است اونال زنش سردار ای جای کارشان پیشش کردن آورد. ما باشیم اونالی بیچاره رو باور نکردیم. با وجدان انسانی شما پروا نکنید سردارم. من این کالتاکیل رو دستگیر میکنم و آبرو شما رو دوباره در امنیت برقرار میکنم. مرا لونت میگن گاز زیر کم ولی شرپا ثواب بزرگ میگیری. از آن حادثه یگان خبر است؟ کدام حادثه بابا جان؟ آن روز سقراط گفتنی آدم وقتی که یک نفر را کشتنی بود پلیس را خبر دادی نجاتش داده بودن کو؟ چی شد با آن آدم؟ یگان خبر است؟ وای من او را نمیشناسم بابا جان. مهم نیست، تشویش شدم برای همین پرسیدم. من رفته سیلن رو ببینم. رو البته رو. دقت به همه گروه ها تکرار میکنم. ژیگولی رنگش سرخ به طرف ساحل حرکت میکنه. در سر چنبرک باشد کالتاکیل است نشسته است. ما او را تعقیب میکنیم. برای کمک ما یک چند ماشین دیگر را بفرستید هرچی زودتر. هم مردک تیزتر ایکون گذا بجا. سردارم من اون را باور نکردم. بیچاره رو با نزد دکتری دیوانه ها بردم. کالتاکیل است بیشرفه. دقت باشد و ماشین را خوب میراند. از کالتاکیل است دور نشوید. با دقت باشد. با دقت باش برادر. از او دور نشوید. کجا شدین گروه فرستادگی؟ از پشت کالتاکیل است بابی اکرم از اونها رو گردان. میدونم میره برادر. با فکر اکرم من نمیشناسم. ولی کار تمام شد بعد خیلی صحبت کنیم. دخترم ای آدم کجا شد؟ میآید مادر جان میآید. او در جای کار است. گوش کن دخترم ما ایتله برای توی تو آمده. اگر ما میفهمیدیم چونین است تمام هم نمی آمده. مادر جان بس است. ای دیوانه در کجا هستی؟ همه تو رو انتظار است. سردارم شما راست میگوید. کالتاکیل زنده است. پسرم تو به فاتحه دیر مونده. بی عقل دیوانه. پروا نکنید شما سردارم.
من این کرتکلاس بیشرف رو دستگیر میکنم. چی؟ کار ناتمام شما رو من تمام میکنم. آبرویتون رو از سر اینا برقرار میکنم. چی ها میگوی دیوانه؟ کدام کرتکلاس؟ ای سردارم کرتکلاس نمورده است، زنده است. ای اون الوجدان انسانی بعد چشمم دیدم که کرتکلاس زنده است. یا ژیگولی سرخ خریده پد پیش ما رفته است. سفتتر نگو بی عقلی دیوانه، بجشن دیر کردی. به فاتحت دیر کردی، به فاتحت. همه منتظر تو هستند. تو از پشت یک خیال بافته میدوی. دیوانه هستی پسرم؟ بین پدر و مادر سیدن الجش رفته ایستادن. این را بدان. شما پروا نکنید، من بیشرف رو دستگیر کنه جنایت‌های کرده‌اش از بینیش میبرونم. التباس ما رو ببخش سردارم، من شما رو دیوانه فکر میکردم. الو لوین، بعد زنگ میزنم. لوین وای در راه است، آماده ایستاده جانم، در راه است. از پشت این بیشرف من سردارم رو دیوانه فکر میکردم. چند بار رو به دیوانه خونه بردم، وای دیوانه نیست، ما دیوانه هستیم. آفرین، پلیس آمد، حاضر از این دیوانه خلاص کنید. میرشتی برو. های سقراط بودن. سود همه با مشنشینت تعقیب را ادامه میدیم. غضب وجود سکنک سرشید، همون دریا که بکن پاس همون ندم. ماشین سوار میشم خودت جواب. سلنگ شرمنده کی است؟ چرا تا حال داماد نیامده است؟ تمام مادر تمام. یا خدایا. جناب احمد سلام، چخیل هستید؟ انتظار شدیم ناومدید؟ در راه بودم، یک کاری تجلیلی برآمد، دیر کردم ولی میآیم. تمام، بسیار خوب، با میلیس منتظریم. خوب. نامزدی به این هم بر هم میخورند، ولی من باشم با داماد شونده هم با میخورم. میلیس بسیار در هیجان هستم. چی شد مادر؟ سورپریز، کمی بعد خواهی دید. چی نقشه دارد؟ پدر جان شما با کجا میروید؟ نامزدی تمام، با دوزخ میروم. باز از من میپرسد.
چهار طرفتون قبله. حاضر می آیم. نجم از سبا بالا از جایت نجم سفران اگر از جایت جون بدی 10 ثانیه پیش از عجلت میموری. بچه قفا بیست که پناه میفهمی؟ وقتی گرفتن انتقام دامانا زیار رسید. کدام انتقام رو میگویی کنانی دیوانه؟ آدمی که زنده است از من انتقامی او رو میگیری؟ تو چی میگویی ها؟ با من سفسته نگو. ببین کالتاکیلا زنده است. کجا گم شد؟ ای دیوانه در کجا میگردی تو؟ ابله چرا به نامزدی اومدی؟ من کارتاکیلا رو دستگیر کردن نتونستم. خرید او را دستگیر میکردم اما بیشرم از دستی ما گریخت. تو بیعقلی. کدام کارتاکیلا است؟ کدام کارتاکیلا است؟ سیلن با اویلش رفتن. نامزدی تمام. سردارم من گفتم که کار برای من اولین درجه است. کارتاکیلا را دستگیر میکنم گفتم دستگیر میکنم. چی؟ سیلن قهر کرده از اینجا برآمده رفت؟ سیلن جان! دیوانه لبای آقای اکرم کالتاکیلاس رو پیدا کردم. چی؟ حاضر از پسی او هستم من. گوش کن باوری داری که اوست؟ بله باوری دارم. تمام ادامه ده من میآیم. مرحمت آقای اکرم. خودم میرانم. بیتول اینجا بیا. بیتول باید به تو یک چیز رو بگویم. از پنهان کردن نمیتوانم. اکاد زنده است بیتول. چی؟ بیتول بین من مطمئنم در حقیقت زنده است. ملیسا رو از ما پنهان کرده است. زهرا جان تو چی گفتنت رو خودت میفهمی؟ بیتول جان من اکاد رو دیدم. او رو به آغوش کشیدم. اما مثل که او مرا تماما نمیشناسد از پیشم رفته چون که او از من خفه است. اما باور کو او زنده است. ملیسا رو به خاطر من از ما پنهان کرده است. زهرا در کجایی؟ چیکار کردی؟ گفتی میبینیم. در راه هم برای واخوری نزدتون آمده ایستادم. ما نمیخوریم مگر؟ چی؟ به نزد ما آمده ایستادی؟ بله مادرت کمتر پیش زنگ زده بود. واخوری آمده ایستادم. به تو نگفت مگر؟ نه احمد نیا اینجا التماس. چرا چی شده؟ احمد التماس با مکانی که دویم وا میخوردیم به لب ساحل رو. من میآیم زودتر. میلیس مادرت چی؟ احمد التجا میکنم لطفاً. عشقم حیاتم من میآیم زودتر. ملیس با کجا میروی؟ آخر احمد میآید. ملیس با من عشقم گفت. عشقم میگوید. ملیس ایست احمد میآید. اینجا چی که پس من هیچ چیزش رو نمیفهمم. در این دنیا تنها تو مرا تسلی میدهی میلیس. نباشد چی کار میکردم؟
کالتکیلا، ساقی سیاه، دامولازیا، احمد شمشیر ماهیتی ندارن هنگامی که تو در برم باشی. تو در برم باشی کافیست میلیس، دیگرش مهم نیست. در کجاست؟ Ana kaltakilas dar onde osvavoja kram. ناممکن است. Og'oy akram, man chikor kunam? سلاحت را بده. تو را باور کرده به عائله‌ام قبول کردم. در حیاتم مهمترین شخص زهرا که برایم با قدر است به تو امانت دادم. به تو باور کرده بودم ولی تو حیاتم را محو کردی. باوری که به تو داشتیم محو کردی. بین حاضر باشد پیدا شدی. دیگر باره اجازت نمیدیم که مرا رنجانی. هرگز. وقتی که به اینجا می آمدم آدم های سپرا دست بسند. خدا نگهدار باشد. من در حیاتم عموما از هیچ چیز نمی ترسم. ترسیدم که تو را دوباره نمی بینم. میلیس در این دنیا تنهایم. کسی ندارم. نه گذشته و نه آینده دارم. کی بودنم رو من نمیدانم. اما تو نزدم باشی خود رو تنها حس نمی کنم. چی می کنم؟ نمی ترسم. احمد نزد تو باشم دلم با هیجان می لرزد. نمیدانم چرا اما در نزد تو نمی ترسم. احمد مرا با تو بودن همیشه خوشم می آید. با تو یک جای راه رفتن، خندیدن و دیگر چیزها زیباست. همینش را فهمیدم که من بی تو بودن نمی توانم. من تو را دوست می دارم. احمد وقتی که حافظت به جایش آید باز مرا دوست می داشته باشی یا اینکه همش رو فهمیده مرا فراموش کرده به نزد زهرا می روی؟ احمد ها؟ حیف بر تو. احمد گفته مرا با قلتگیلس شناس میکرده ها؟ آدمی پست میلیس را هم گرفته است. من میکشم تو را آدمی پست. دوست می دارم. زیا باز تو
رو چه خیلی به من روا دیدی زیا. تو خودت کی هستی؟ تو چی؟ تو اینقدر دختری پس بوده ای؟ رئیس مرا بین. دختری که من دوست می‌دارم کسی با او شپاتی زده نمیتواند. فهمم؟ دختری که تو دوست می‌داری من هستم. من فهمیدی؟ تو کی هستی؟ کی؟ تو رو دوست می‌دارم میگویم بسیار دوست می‌دارم.